خب علی یه دونه چالش خفن آوردم. ببین باید تو شماره بدی و این یه دونه چستا رو ببری. توشون انواع تفنگ‌های گنگ و آشغال وجود داره. خب حالا تو یه دونه شماره رو حدس بزن. 1 و 4. خب هر چی باشه بهت میدم. آشغال باشه یا بهترین باشه. خب حالا بدونم ببینم چی هست. من نمیدونم ها چیه. فقط بیا پایین تا ببینی چیه. کجا رفتی؟ خب علی اینم از تفنگت. بذار حالا دراپش میکنم. بیا. این چیه دیگه؟ مثل آشغاله. خب حالا باید تو همینا رو جاهاشون رو عوض کنی. بعد من حدس میزنم آخر که هممون تفنگ دار شدیم با هم پی وی پی میزنیم، یعنی با یکدیگر میجنگیم. خب بریم. خب من یک دور انتخاب میکنه. خودم برمیدارم. من لازم نیست میگم خودم. اوه ببین چی در اومد جان. حالا با اینا بیا به دل تو. حالا بیا. حالا بینیم پی وی پی. آماده ای؟ بله. 1 2 3. آره زدم. حساب نیست. چرا؟ پس یه دور دیگه میریم. آماده؟ آره میزنم. تو نمیتونی چرا بزنی؟ خیلی تو تفنگ آشغاله. خب به من چه؟ بیا عادلانه بشیم. یکم تفنگای قشنگو بدم به تو. آماده؟ بریم. اینا قشنگه یا پیچه؟ خیلی قشنگ. آره زدم.